سلام به همراهان همیشگی ساربانک. خوش اومدین به این قسمت از پادکست ما. امروز میخوایم با هم برشی از تاریخ موسیقی ایران رو مرور کنیم. داستان یک مردی که به اصطلاح پدر موسیقی نوین ایران شناخته میشه. علی نقی وزیری. در این روایت بیشتر بر جنبه‌های حرفه‌ای و تأثیراتش تمرکز میکنیم. اما نمیتونیم از زندگی خصوصیش بگذریم، چون هر تصمیم هنری ریشه در زندگی شخص داره. علی نقی وزیری در تهران متولد شد، در خانواده‌ای که هم به نظام و هم به فرهنگ و آموزش علاقمند بود. مادرش فعال فرهنگی و مؤسس مدرسه دختران بود. این فضای فرهنگی در خانه تأثیر عمیق گذاشت. در نوجوانی به واسطه پدرش وارد فضای نظامی شد، با سازهایی مثل شیپور آشنا شد، اما موسیقی در جانش ریشه دواند. او نزد دایی‌اش تمرین تار را آغاز کرد و همزمان به موسیقی نظری، هارمونی و دانش غربی علاقه‌مند شد. با عضویت در انجمن‌های موسیقی، او با چهره‌هایی مانند درویشخان و میرزا حسین قلی آشنا شد. یکی از کارهای مهمش این بود که ردیف میرزا عبدالله را به خط نوت آورد. تجربه‌ای که نشان دهنده جدیت او در ترکیب موسیقی ایرانی با روش علمی بود. در جوانی وزیری خدمات نظامیش را ترک کرد تا تمام وقت به موسیقی بپردازد. پس از آن به اروپا رفت. در آلمان و فرانسه موسیقی غربی را آموخت. هارمونی، سازسازی کلاسیک و نظریه موسیقی را مطالعه کرد. چیزی که تا آن زمان در موسیقی ایرانی کمتر رایج بود. پس از بازگشت به ایران، او با شور و اشتیاق مبدل به یکی از پیشروان موسیقی مدرن شد. یکی از نخستین گام‌هایش تأسیس مدرسه عالی موسیقی در سال 1302 بود. در همان دوره او کنسرت‌ها و سخنرانی‌هایی در زمینه هنر و زیبایی شناسی موسیقی برگزار کرد تا مخاطبینش را با موسیقی نوین آشنا کند. وزیری همچنین در دانشگاه تهران تدریس کرد و کرسی هنر و زیبایی شناسی را بر عهده گرفت. یکی از بزرگترین دستاوردهایش نوشتن دستور تار بود، کتابی که زمینه اجرای ردیف موسیقی ایرانی با نوت مکتوب را فراهم کرد. او همچنین علامت‌های عرضی جدیدی به نام‌های سری و کرون ابداع کرد تا بتواند فواصل دقیق‌تر موسیقی ایرانی را در نوت مکتوب بیاورد. در حوزه آهنگسازی وزیری آثاری خلق کرد که ترکیبی از سنت ایرانی و تأثیرات فرم‌های غربی بودند. او تلاش کرد موسیقی ایرانی را به جهانیان بشناساند و پلی بین دو جهان بسازد. چند قطعه مشهور او عبارتند از دخترک ژولیده، ای وطن و آثاری برای ارکستر که امروزه کمتر شنیده شده‌اند، ولی تأثیر خود را گذاشتند. او عمر زیادی کرد و تا سالهای پایانی زندگیش همچنان تدریس می‌کرد و به ارتقای موسیقی ایران ادامه داد. در 80 شهریور 1358 در تهران درگذشت. میراث وزیری عمیق است. او نه تنها در شاگرد پروری تأثیر داشت و شاگردانی مثل ابوالحسن صبا، روح الله خالقی و دیگران را پرورش داد، بلکه مسیر موسیقی ایرانی را از شکل شفاهی به شکل نوشتاری و علمی سوق داد. او باعث شد موسیقی ایرانی بتواند در ارتباط با نظریه‌های موسیقی غربی قرار بگیرد و در سطح جهانی دیده شود.